درباره گپ زدیم. دوزنگی منع در تاجیکستان. دیگه سطر حجاب منع. سوم نماز خوندن تا 18 ساله را منع. چهارم نماز خوندن در جایهای جمعیتی منع است. پنجم اذان دادن در مسجدها منع است. ششم کتاب‌های اسلامی از بیرون داخل تاجیکستان در آمدن منع است. هفتم زکس مقدم بر نکاح منع، یعنی که پیش از زکس نکاح کردن. هشتم نکاح تنها ملای حکومتی میکنن، منع دیگه ملاهای غیر حکومتی نکاح کنن. نهم جنازه را تنها ملای محله میخونن. و دهم برنامه خطبه ملاهای حکومتی از طرف کمیته دین تنظیم شود. 10 قانون بود که برای شما رسوند. خب هفتم زکس مقدم بر نکاح 26 ماه دکبر 2011 قانون رو مرد. زکس مقدم بر نکاح کرده. زکس خیلی میدونه که نکاحی دولتیش میگن یا که رسمیش میگن. حتی قانون هم رو وردگی که بغیر از هر ملایی که عضو جشن میه زکس هم نگاه نکرده، اما خطی زکس میگیم که اما ورقه برگه زکس هم نگاه نکرده، نشانه شهادتنامه‌اش هم نگاه نکرده، نادیده نکاح میکنه، به جوابری ملا را میکشه. در ایجاد شما میدونید که از سال 1929 بله 19 دکبر سال 1929 همین تاجیکستان همین نکاح را به رسمیت نمیشناسن. نکاح مسلمانی را از سال 1929 19 دکبر به رسمیت نمیشناسن. زکس بالاتر از نکاح اسلامی دانستن. میدونید نمیره نکاح این یک شعار اسلام و سنت پیغمبره. برای هر یک مسلمان این واجبه، این لازمه، در کاره. النکاح پیامبر میدونید چی میگه؟ النکاح من سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت ماه، کسی از سنت من رو گردون ای امت من نیست میگه. ایا زکس گپی کیه؟ قانون کیه؟ نه قانون خدا، نه گپ پیامبره. ایران بالاتر ایو دونستگیان. اکمجا چی فرق داره که نکاح اول باشه دیم زکس باشه؟ میدونه که چی بهانه آوردگیان؟ نگاه کنید بهانه‌اش بخدر به عقلان آدم در غضب میارن. یک بهانه میارن که عقلا همین بهانه‌اش نتاری با باور کردنی را باشه. میگن که نکاح میکنن، میگه دیگه زکس نمیکنه. وقتی که طلاق دادن بعد زن در میدان میمونه، دیگه نه او را شوهرش به جوابگری کشیدن میتونه، نه شوهرش میراث میگیره، نه شوهرش او را بگه پناه میته، خونه میته، یگون کمکش میکنه، نمیکنه. میگه برای نکاح اسلامی آخه در همین نکاح اسلامی شما میتونید این قانونتون رو بگیرید. همین نکاح اسلامی دن اما یک پونکت جدا بگه که اضافه میکنه که در همین نکاح اسلامی هر کسی طلاق داد یا که خونش میته زنش، یا که سومش میته، کودکش علمین میته، یا که دیگر کمک میکنه. همین نکاح اسلامی شما نمیتونید اما قانون ببرید. کمیته دین تمام همین دشمنی که بر دین میشود همین قانون کمیته دین میکنه. هشتم نکاح را تنها ملای حکومتی میکنن. چخیل فهمیدیم؟ نکاح را تنها ملای حکومتی میکنن. یکمی 11 ینوری 2017 قانون آوردگیان نکاح را تنها ملای حکومتی میکنن. ملاها نفرش که در مسجد هستند نو تحت نظارت کمیته دینن و شورای علما یا ملای حکومتی هستند. نکاح را برای چی میگه بکنن؟ برای که اون ملای حکومتی همش درباری گپی حق نمیگن، او سواد ندارن، جاهلن، بیعقلن، دیوانه وارن. نه خود ما دلیل دارن دشمن میکنن در مسجد کو. نمیدونم کسانی روحی دارن یا که دیوانه بدن که مست بچه لگن. برای چی گپ گفتن؟ برای که جا چند تا ملاهایی که حقیقت گو بودن یا رای منبر بیرون کردن، برای همین گفتن که یا میرفتن در نکاح ها، برای همین خونه بردن که همونا محدود کردستن در اورا چه خیدستن شد نران نکاح نکنن دیگر را. این همین ملایی بگیم حکومتی برای یعنی یک نکاح را یا میدین اصلا هیچ حساب نمیکنن، یک چیزی به ارزش حسابش کردستن. برای این مثال بگیم یک تشریفات توی داشته باشین، نه میفراتون یک ملایی که مثال بگیم حقیقت گو باشه، یک واقعا ملا باشه، اسلام با خبر باشه، اسلام حقیقت شب بگه، شما میفراتون همون را بیارید
ملای مناسب بیاره. خیلی یک ملای درباری یک بیسوادی احمق هم میفراتون بیاره، نمیفراتون بزار نیمو. نمی شما را یک کاری کردن میارن ملا نیکو میکنین، اینا میرم میکنین، نمیکنین به نیکو میکنین برین اموز عکس بستونه. این هم معنی خطی. خب نه هم جنازه رو تنها ملای حکومتی میکند. 10 می 2012 قانون آوردن. یاد داشته باشین در یک ویدیو هسته همون ملایی که تشنم میکنه، با فکرم همون ملای با ایشون نوردین جان در یک جنازه جنگ میکنه. بچه مفتی همون فکر میکنه جنگ میکنه به خاطر چی؟ میگه که ایرا من جنازه میکنم در محله ما میگه فرزندای میت همون نفر که وفات کرده میگن آخه پدر ما وصیت کرد که ایشون جنازه‌اش کنه. میگن نه در این محله کیه؟ ما میگه خطی ما ملای محله جنگ میکنن. این چیه؟ این پروکاتسیون میگیم که جنگ دوزی فتنه. بعد همین قانون آوردن که هر یک بگیم که جنازه را ملای همون محله جنازه کنن. این برای چی بود؟ ایرا باید همین ملاها را موقعش را تنگ کردن. نیکو نکنید، جنازه نرید، در منبرها نرید، یعنی که مردم به اسلام نزدیک نکنید، مردم به من عید اسلام بیرون شوند یا که دور شوند به حال خودشون یعنی بیستن. اما در مقابل یا تمام بگیم دیوانگری جشن بازیشون همش هست. اینا یا داشته باشین یک مهم نشید به فکر من در جنازه دوم حکمت الله یک ملا اون برآمد گپ زد، مکرم قرش کرد، نموندن مکرم پیش بدرویا. مکرم گفت میدرون رفته بودن مفتی نموندنش برای میدونه که یک بدینه مکرم یک بیناموس های منافق های نموندنش برای همون ملا را بودن محکم کردن بی حرمتیش کردن. چه خیلی میشه مفتی تاجیکستان میروه میگنش که تو جنازه نخون، خوبش کردن برای همون نگاه کنید خفه شدن و بودن ملا را محکم کردن. آخی اگر با یک مثال دیگه میارم، اینم یک نزدیک در دنیا میگذره چه خیلی میفراد که این مکرم بیاد جنازه او را بکنه. این مکرم برای اون بازار صابی را جنازه کنه، او عبیدالله فر جنازه کنه، بیگ صبور را جنازه کنه، نوردین سعید را جنازه کنه، این ای رحمان فین برای نه را جنازه کردن میشه مناسبه. اما یک نفر که عزیزت میبره چه خیلی میگوی مکرم بیاد جنازهش کن یا که یک ملای درباری شد نمیکنی و بزار میومو. دهم برنامه خطبه ملاها از طرف کمیته دین جاری کرده شود. 2012 قانون برآمدگی و گفتیم که خطیبا وظیفه دارن که از روی ورقی که از طرف کمیته دین میتنشون هر هفته خطبهشون همو باشه. اگه تصور کنید در خطبه چی نوشته تو باید همون را بخونی. ای خطبه بیرون گپ زدی تو را به جوابگری میکشن زیرا تو قانون شکستی. ملاهای حکومتی ای حکومت معاش میگیرن، ملاهای 5 وقته و همو خطیبای جمع خونی. یک وقت میدونستیم که 800 تومان اون ملای 5 وقته میگرفت، 1500 ملای جمع خونی. یک وقت میدونستیم ما نمیدونم اگر با یگان فایز زیاد چون نکرده باشن. اگه نگاه کنید اسلام میخواه که تمام مسلمانایی که پیرواش ای دینش با خبر باشه و پیرو اسلام باشه. اسلام همین چیزا میخواد. خداوند یعنی میخواد بنداش گپش بگیرن و پیامبر خدا میخواد امتش یا که از اون جمله مسلمان‌ها پیرو پیغمبر باشن. همین رو میخوانه. اگه تصور کنید که کمیته دین میرسه که درباره شکرانه گپ زنه، درباره آزادی، درباره تنجی گپ زنه، درباره سفر ایومالی گپ زنه، میبره اون رو میخونه. دیگه یگان وی خود نداره. برای اون ملای حکومتی و اون وظیفه شموه ای ورق بیرون گپ زد با جوابگری کشیده میشه.